قانون از اینجا به وجود اومد که من آمده بودم امریکا و یک مسترز لایبرری ساینس و چیلدرنز لیترچر گرفتم از دانشگاه راتگرز. وقتی برگشتم ایران اولی ازت صحبت میکردیم، بودم چطوره که یه کتابخونه برای بچه‌هامون درست کنیم اینجا مثل همینی که در امریکا هست. ایشون هم فوری موافقت کردن. پایه قانون اونجوری گذاشته شد که ما یه کتابخونه که توی وسط شهر پارک فرح، الان اسمش یه چیز دیگه شده، گفتن یه زمین میدیم که کتابخونه برای بچه‌ها بسازیم. خیلی از محله‌های فقیرنشین وقتی شما تو کوچه پس کوچه‌اش می‌رفتید واقعا خاکستری خالی بود. وقتی که در کانون می‌کنه انگار می‌رید تو بهشت. این بچه‌هایی که تو اون محله‌های فقیرنشین اومدن تو کتابخونه‌ها، همشون بعد از انقلاب رفتن آرت دراماتیک کنکور دادن، رفتن سینما آموختن و تعداد زیادی از اینا چهره‌های موفق هنر امروز هستن. من کتابخونه شماره 4 میرفتم. من بچه کتابخونه 13 در پارک نیاوران بودم. چهار لشکر اون پایین سرا مخصوص. این کتابخونه شماره 9 بود توی خیابون وحیدیه. من از سن 10 سالگی وارد کتابخونه شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان شدم. ببین کانون میتونم بگم به عنوان یه اتفاق نادر بود. این کانون شد یک مرکز سینمایی جهانی، یعنی یک جهان یه نگاهی به کانون داشت و فیلماش. بسیار جایزه‌های اول یا دوم رو فیلم‌های کانون می‌گرفتن. این یه فرمول شروع شده بود و به خصوص موفقیت سینمای ایران تو دنیا خیلی در شروع کار در 10 سال اول شوک وارد کرده بود. انقلاب شد، بعد در حال آقای زرین اومد و نظمی که در کانون وجود داشت رو به هم نزد. تحت عنوان یه موجود انقلابی پذیرفت که کانون به همین شکل که تا بار کار کرده خوب کار کرده. به نظر من چیزی که میمونه عمل صالح ماست. اگر بتونیم عمل صالح انجام بدیم، حتی اگر اسممون رو اون اثر نباشه، اون عمل صالح خودش اثرگذاره. به یاد اومد از یاد رفت، خیالی بود به باد رفت، بالا رفتیم کوه بود.